أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله در سوره احزاب در آیتی 2 و 3 فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله میگوید و آنچه که بر تو وحی کردیم و آنچه که از آیتها را فرستاندیم فرمان دادیم به تو او را پیروی بکن. البته مردم آنچه که به تو فریب و نیرنگ میکنند، نقشه شکست تو را میکنند، الله و آنچه که میکنند بسیار خبیر است، بسیار دانا با خبر است. و توکل علی الله، پس در پیروی کردند و پایبند بودنی فرمان الله تو به الله اعتماد بکن، توکل بکن. الله و کفى بالله وکیلا، الله از روی حمایت و وکالت کفایه کننده می باشد. واتبع، الله میگوید که پیروی بکنی. این خطاب به پیامبر، خطابی پیروان است نیز می باشد. وقتی که مسلمانان از راهی رویش قرآن، فرمان قرآن، از فرمان پیامبر کنار جستند، هلاکت آنها زودتر می آید، شکست در مقابل دشمن می شود. برای همین الله میگوید واتبع ما یوحى الیک، شما پیروی بکنید فرمان الله را و دیگر فرمایش را، دیگر منهج را، دیگر روش را، دیگر قانون ها را پیروی نکنید. آنچه که مخالفت قرآن و سنت میکند شما پیروی نکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را وقتی که موعظه کردند، صحابگان گریه کردند و قلبهایشان به لرزه درآمد. سپس به پیامبر گفتند ای رسول خدا، چنان موعظه کردی، پند و اندرز دادی که گویا که از نزد ما می روی، ما را با چیز امر میکنی؟ پیامبر گفتند ترکتکم علی محجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها بعدی الا هالک. گفتند که من راهی را بر شما گذاشته رفته سودم که شبش مثل روز روشن است. بر شما من قانونهای رویش و فرمانهای الله را رساندم که شبش مثل روز روشن است. همه میفهمد، همه میداند. سپس گفتند از این راهی که بسیار روشن است به دیگر قانون و به دیگر رویش میل نمی کند مگرم که او هالک است، هلاک شونده می باشد. سپس گفتم پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از من اختلاف های بسیاری را می بینید. سپس پیامبر گفتند شمایان آنچه که می دانید از سنت من و سنت خلفای راشدین، سنت راهی رویشی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی الله عنه، به او پیروی بکنید. این نصیحت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. سپس الله میگوید و توکل علی الله، این اعتماد کردن به الله، توکل کردن عبادت می باشد که واجب است که ما به الله امید ببریم، تکیه بکنیم و تمامی امور زندگیمان را به الله حواله بکنیم. وقتی که دشمن بر ما میخواهد که فریب نیرنگ بکند، نقشه شکست ما را بکند، ما به الله توکل بکنیم و نیرنگ های آنها را الله بر خود آنها برمیگرداند. و کفى بالله وکیلا، تعجب میبرد که چقدر اللهی داریم که از همه جهت ما را محافظت کننده می باشد، هم از جهت رزق، هم از جهت حیات، هم از جهت شکست بر دشمن. الله حمایت کننده ما می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که اگر شمایان به الله همچنان تکیه بکنید، اعتماد بکنید، باور بکنید، توکل بکنید،
الله بر شمایان رزق می دهد، چه خیلی که پرندگان هنگام صبح پرواز می کنند، نمیدونند که رزقشان در کجا است. وقتی که بیگاهی برمیگردند به سوی لانهشان سیر و آرام برمیگردند. وقتی که کسی راه دین را پیش گرفت، او نجات مییابد. او نجات مییابد از همه جهت. برای پهن کردن دین وقتی که توکل کردید، الله حمایه کننده شما می باشد. پس توکل بکنیم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. الله میگوید که به الله شخصایی باور میکنند که توکل میکنند که آنها ایمان دارند. پس توکل این عبادت است. واجب است که ما به الله توکل بکنیم، از کسی برای تبلیغ دینمان نترسیم. این بود تفسیر مختصر این آیت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.